میخواستم آداب روزه‌داری را برای ما کمی بیان می‌داشتید. یعنی شرط اساسی رمضان همین است که یعنی سه چیز باید شعار آدم روزه‌دار باشد: کم خفتن و کم گفتن و کم خوردن. بله. متاسفانه عادت شده است در ما، در مردم ما، که در روزهای روزمره عادی، مثلا صبح که از کار میخواد برای جای کار باید برود، به کار سفربر شود، خوردن با یادش هم نمیزند و ظهر هم به کار بند میشود، نمیخورد، فقط شام چیزی میخورد. اما در ماه مبارک رمضان چشم که حریص است، از صبح خوردن آغاز میکند، یعنی 3 روزه خوراکش را شاید احتمال است که بخورد و بعد از اون دیگر با شب که میشود 1 و 2 و 3 و 4 آماده میکند و این باعث تاسف است. وقتی که از شرط و شروط اساسی رمضان که کم خوردن است که بیرون شد، اون از هدف اساسی رمضان برخوردار نشده است. دیگر اینکه کم خفتن، آدم روزه‌دار باید کم بخوابد. گر ضرور بود روا بود، بی ضرورت خطا بود. این قاعده کلی فقه اسلامی است. در جای کاری که ضرور بود روا می شود، اگر ضرورت نبود خطا می شود. متاسفانه بعضی از روزه‌دارا چنین عادت کردن که تمام روز را با خواب سپری میکنند. بله. که تا حرکت نکنند، وقتی حرکت کردن ناتوان و ضعیف میشوند و باید که گرسنه نمانند. هدف روزه‌داری گرسنه ماندن است. کسی گرسنه نیست از هدف اساسی روزه برخوردار نیست. باید احساس کند گرسنگی را. باید کمخور باشد، بله. چی در صبح باشد چی در شام. صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین صبح را با 3-4 دانه خرما و 1 لیوان آب نیت میکردند و در شام گاه بود همون چیز، گاه نبود. بله. پس هدف یعنی اجتناب کردن، حد اکثر اجتناب کردن از بسیار خوردن است. یعنی از بسیار خوردن باید اجتناب کنند. دیگر اینکه کم گفتن و چنان گفته شد لعلکم تتقون. خداوند در آخر آیت ذکر میکند که هدف اساسی این است که شما شاید رستگار شوید. اگر روزه‌داری شما در یک ماه مبارک رمضان انسان بنده رو رستگار نکند، این روزه‌دار نیست. این زحمت جز مثلا گرسنگی و تشنگی و مشقت، هیچ زحمت، هیچ ثواب و اجر و پاداش از جانب پروردگار به خودش کسب نکرده است. پس باید همین رستگاری که پروردگار میگه امیدی فرض کردن با خطاب ربانی این ماه مبارک رمضان همین است که انسان بتواند با غلبه بر قواهای شهوانی، عقل زیر تصرف دارد همه جوارح انسان را و بتواند راضیگی پروردگار را کسب کند. راضیگی پروردگار در اخلاق نکو است، اخلاق حسنه است. درست. اخلاق نکو و حسنه بار زمینه های دیگر دارد: خیر و احسان، دعا و نیایش، تقرب پروردگار، مثلا استوار گرداندن پیوندی خویشاوندی، با کسی قهری نبودن. همه اینو زمینه هایی هست که ارزش های معنوی را قدر کرده رعایت میکند و از رذیلت های اخلاقی با همین وسیله اجتناب کرده میتواند شخص روزه‌دار. در همین زمینه چیزی میخواستم بیان کنم که متاسفانه عادت شده است در بین همسران ما و شما و مادران و خواهران ما و شما که اینها اهل آشپزخانه هستند، بخصوص در ماه مبارک رمضان بیشتر وقت و عمر مبارکشان را در پخت و پز مصرف میکنند. این حرام است، یعنی اسراف است. خواهد نخواهد انسان اسراف میکنه در رمضان اگر احتیاط نکند. به عبارت دیگر اگر انسان صرفه‌جویی نباشد روزه‌دار کامل نیست. چون گفتم صحابه کرام با 3-4 دانه خرما و 1 لیوان آب صبح را نیت میکردند، در این طول حرارت گرم تا شب نمیخوردند. و شب بعضی اینها را داشتند بعضی نداشتند چیزی که تناول کنند. و خواهران و مادران بیشتر به پخت و پز نباید مشغول باشند. و شام که میشود چون آدم تمام روز گرسنه میماند، چشمش حریص میشود و خیال میکند که گویا اینکه به تنهایی یک گوسفند را خودش تناول میکند. بله. اما متاسفانه حقیقت این نیست. حقیقت این است که آدم به 1-2 ناله کفایت میکند و چیزی همه آماده کرده است میماند، اما وقت ضایع شد. بزرگترین اسراف در نزد پروردگار اسراف وقت و زمان است. درست. در عرفیت میگویند که وقت طلا هست. این بسیار تشبیه نادرست است. وقت اگر طلا گم شد اونا نوش پیدا کردن ممکن، عوض کردن ممکن، ولیکن اگر یک لحظه عمر انسان به اساس ضایع شود، این را به هیچ چیز جبران کردن نمیشود. از طلا بالاتر است، از همه چیز بالاتر است. برای همین پروردگار به فجر، به ظهر و یعنی به شب در قرآن عظیم شان قسم یاد کرده است. این معنای بزرگداشت وقت و زمان است که باید قدر کرده شد، بخصوص در ماه مبارک رمضان. آدم باید با ذکر و طاعت عبادت، با خودداری کردن از پرگفتن و با خیر و احسان داده شود، با طاعت عبادت داده شود، با دستگیری مثلا کسانی که با کمک و دستگیری نیاز دارند، با استوارگردانی پیوند خویشاوندی، با شستن قلب ها از مثلا کینه و کدرت و حقد و حسد. اینا آدابی هستند که
دلالت و شهادت به آن میدهند که آدم روزدار اگر چنین رعایت کرد، از سوی معنوی را رعایت کرد، این شخص روزدار است و میتونه افتخار کند که از نیکی و فضیلت ماه مبارک رمضان برخوردار شده است.